آموزش تزریق ژل گونه رو داریم. همونطور که می‌بینید محدود مشخص شده و قبلا BSc انجام شده و ما الان داریم تزریق ژل گونه رو انجام میدیم. ژل انتخابیمون یک ژل آیدیای آماده شده است که از قبل توی کارخونه یک CC شده و ما الان سرسورنگ رو وصل ژل کردیم و داریم تزریق ژل رو انجام میدیم. سرسورنگی که انتخاب کردیم یک سرسورنگ کوچیک هست، برای همین بعد تعداد دفعاتی که سرنگ رو وارد پوست می‌کنیم بیشتر باشه. خانم‌های عزیز دقت کنین، شما میتونین با استفاده از یک تزریق همزمان چند جا رو پوشش بدین بدون اینکه سرسورنگ رو بیرون بیارین از داخل پوست، چند جا رو ساپورت کنین و همزمان تزریق داشته باشید. و اما اینکه برای اینکه شما بخواید ژل رو تزریق کنین باید روی فشار دستتون خیلی تمرکز داشته باشین. وقتی دارین سرنگ رو از داخل پوست بیرون میکشین همزمان ژل رو تزریق کنین. اینطوری نباشه که ژل رو توی یک منطقه تزریق کنین و بعد سرنگ رو بیرون بکشید. نه، باید حتما تمرکزتون روی این باشه که وقتی دارین ژل رو تخلیه میکنین همونطور هم سوزنتون رو بیرون بکشید. و برای اینکه گونه این خانم ساپورت بشه، تمام مناطق پر بشه، ما باید تعداد دفعات زیادی رو تزریق داشته باشیم، چون محدوده‌ای که مشخص شده روی کل گونه هست و روی کل گونه ما باید تزریق رو انجام بدیم. خانم‌های عزیز دقت کنید، حتما روی فشار دستتون کنترل داشته باشین. ژل رو به یک دفعه وارد پوست نکنین. سعی کنین وقتی دارین سوزن رو بیرون میکشین همونطور ژل رو تخلیه کنین و سوزن رو بیرون بکشید. خانم‌های عزیز، خون اومدن توی این کار یک امر طبیعیه، جای هیچ نگرانی نیست. میتونین یک گاز استریل دستتون بگیرین، هر زمان که خونریزی ایجاد شد روی اون قسمت یک دقیقه نگه دارین تا خونریزی بند بیاد. از دلم با تشکر از همکاری همتون. آیتم تزریق ژل گونه.